سلام. خیلی خوش اومدین، قربونتون میشم به ویدیو جدید چنل تیجاک. چنل تیجاک رو سابسکرایب کردی؟ اگر کردی خب دمت گرم، اگر نکردی بکن. از دختر گوشیش میدوزه، مرد چی میشه؟ مرد بی‌تربیت بازی در میاد دوچرخه دخترا میدوزن. باریکلا. من میخوام حقوقم به اندازه یک مرد باشه و فکر کنم شما متوجه این موضوع باشید. اینو به ترامپ میگه و این ویدیو رو دیدم. پس اگه شما رئیس جمهور بشید، آیا مرد و زن به یک اندازه حقوق میگیرن و من میتونم انتخاب کنم که بدنم چیکار بکنم؟ ترامپ چه جوابی میده؟ تو هم همونقدر حقوق میگیری که همونقدر خوب کار کنی. راستی در رابطه با انتخابات آمریکا سال دیگه انتخابات و ممکنه ترامپ رای بیاره و دوباره بدبخت بشیم. لیلا به نظرم پسر اصلا صبر ندارم. وای راست میگی مریم، دقیقا همینه پسرا. اوه باریکلا باریکلا. واه این دیالوگای مسخره. آهنگساز شاید آن فایر. باریکلا چون خیلی قشنگ بود شما خیار میگیرید. جذب مخاطب تو اینستاگرام کار راحتی نیست، باید کلی تلاش و مطالعه و چند سال تجربه اینا بکنید. یه پسر 15 ساله با لهجه ترکی که اینو دیدیم. واقعیه یا کیکه؟ الگوریتم اینستاگرام کیکه. واقعا کیکه. الگوریتم اینستا واقعا کیکه. رضا پیشرو بعد دیدن این ویدیو ماتریس. آقا رضا پیشرو رو میخواد بیدار کنه. خدای من. تاثیر آهنگ تو سبک رانندگی. مغزشو در آورد. کیوبه. اوکی. کردی خوندن با اسفنجی. چی شد؟ بابولوژیست درید میاد لندنی. میخوای چی بگی گلم؟ کوکش موقعیت حضرت ابراهیم ایسای در آتش در خطاب به وای وای وای. ببخشین فوش نداد حضرت ابراهیم، دمش گرم. الان داریم بازی ها رو روش تست میکنیم. هنگ کرده همونطور که میبینید. این مال ایسوزه؟ فقط یه واکنشایی نشون میده و دیگه خبری نیست. این الان چی بود برای من فرستادی؟ اون که اینو برام فرستاده این الان چی بود؟ این الان خنده‌دار بود؟ حمید من رسیدم. خب بگو بچه لطفا هر جای مبحث رو متوجه نشدید دوباره سوال کنی. 1000 بار هم بپرسی و وظیفه منه که در کمال آرامش دوباره براتون توضیح بدم. حتما لایک. استاد من متوجه نشدم. ما قاطی کرد. وقتی فروشنده چاقو بهت میگه فروش به شرط چاقو. با اونجا پدر و مادرم وقتی توی تولد 18 سالگیم بهشون میگم میخوام روی پای خودم وایسم و دیگه بهشون نیازی ندارم. آره بلند پروازی نکن پیش رو. بلند پروازی نکن پیش رو. به سلامتی هر که قومکش نامرده. ازش لب گرفت. میدونستی من قهرمان والیبال نشسته و کشتیم؟ باریکل آفری. همون چیزی که میخواستم آورد. منم نیستی. دقیقا. لایو تسلو نزا یاسی. اوه ماماهات اکلیل مالیدی اینو کم کن. راست میگه. بچه این میمیاشو من سانسور میکنم چون یوتیوب سر اینا خیلی رو من لیمیت میذاره. رو بقیه یوتیوبرها نمیزنه، فقط رو من گیر داده. حساس شده. آقای محترم بله. بیسم اینجاست، تو چرا به اینجا نگاه میکنی؟ انداختی بیرون. ببخشید من الان دوربینو بذارم و بندازم بیرون تو به فیسم نگاه میکنی. راست میگه. واقعا خیلی جواب سنجینی بود. بچه خیلی برق میزنه. اینقدر برق میزنه من داشتم با اونجاش ارتباط برقرار میکردم. وای پدرست در چنین روزی تولدت مبارک گل پسر بابا. نه دیگه باید یه 9 ماه قبل در چنین روزی. هیولا بچه هیولا. تلفن جواب نمیدی مادر جنده. آره بیام بالا سرت بکنم تو مادرت. ساده نیو چتر معلومه چند ما گوشی دارن دستش اومده. آخه او گرل او گرل میاد تو چی؟ این چه کثافت؟ میخوادیم او گرل ببینیم. مردیگه محمق نفهم. جمع کن ما رو پی کارت. ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش میکنیم. داره فوش میده ولی اینترنت نداره. بی تربیت. چقدر شبیه هم مناجی. سگی چقدر شبیه این ایموجی هست احتمالاً. داره بعد اخمینه الان ناراحت. آی وای بیایید کونه هم دیگه بزنیم. نه حسن چون هم پاره میشه حسن. بچه این یه دختره که داره چرت و پرت میگه. ناراحته. دختره خیلی ناراحته. داره آهنگ غمگین گوش میده. میگه یه دل میکنم ولی گریه میکنه. بچه داره بدجور گریه میکنه. آقای مشکات از ماتریکس خارج شد. بمیره من نمیذارم ولی میگم بهتون مرد باشه. بزن آقا مشکاتو.
او زد تو مشکات اینش رفت والا رفت بیرون از کات دیگه. اونو بذارم یوتیوب میگه خرکو. بچه‌م خیلی عالی انگلیسی حرف میزنه بچه‌ش. خیلی مخلصم. بچه‌ها 100 تا اکانت سپاتیفای رو بذار. سپاتیفای. پوتین فراموش کردم زهر رو تو کدوم ریختم. کیم منم همینطور. پس در هر صورت تو هر دوتاش زهر ریختین دیگه، خدا رو شکر. سفیر و بلبلی هیج قلبی طبیلی. اینو دیده بودیم. آخ جون پرسش کلاسی نداریم. وای من هر روز داشتم. من هر روز پرسش کلاسی داشتم. سید رقم خوردیم امتحانه. در اشتراکیا در حال دیدن استقلال در رستوران از این برای اولین بار. بسته بابا بسته دیگه تو همه. چای نبات مامان بزرگا، چای نبات بابا بزرگا. اوه چای نبات بابا بزرگ تو تریاک پیدا شده. اوه تریاک. عشقم سخون ترقوی منو دوست داری بخوری؟ دوست مامانت من مگه سگم؟ نوشتن پیام مجاز نیست، بلاک شد. کریستیان آها در جواب گفته بزرگ شید و شخصیت واقعی پیدا کنی. یعنی ما وقتی آشناهای هیپاپولوژی آهنگ سادیسمش رو گوش میدن باباش فابریک چرا با دختر خالش مثلا هم دست میشد از باباش دزدی میکرد؟ من نمیفهم. واسه امتحانات استرس داری؟ Do you have stress؟ آره داری آره امتحان نده خب تمام شده رفت آقا 200 تومن بریز به حسابم. با دوست داری غیبت یکی رو میکنی و یارو دقیقا مشتر هست. منو ببخش I'm sorry. من حالا جریان رو فهمیدم. آبرومو بردی. اصلا باورم نمیشه حاجی این از این ویدیو خداست. دوست دخترت ولت کرد. نپلیون بهترین دوستات مردن. وای نپلیون. ریاضی رو 20 میگیری. وای نپلیون. توی موج اندازی با پدرت اون رو شکست میدی و میفهمی این زمان هر چقدر که میگذره و پیرتر میشه تو جوان‌تر. وقتی کل هفته انشا می‌نویسی ولی معلم میگه برو دوباره بنویس هفته بعد بیار. آی خدا من قلبم میره. حالا درست نیست تو در لول انتظار ولی واقعا امام جمعه به انگلیسی چی میشه؟ ما خودمون میگیم امام جمعه دیگه، اینا میگن امام فرایدی دیگه. راست میگه. نه درست فکر کنم همون میشه امام فرایدی. همیشه برنفرش. بعد از من دوباره به دنیا میای و میبینی پرستار داره فارسی حرف میزنه. بازم ایران به دنیا اومدی. بازم ایران الله. وقتی رفیقم داره بهم تقلب میشه ولی من انگار سگ تو گوشم ریده و نمیشنوم. من 6 ساله که توی تاش تمام قایق کاغذی انداختم. سناریوی توی مغزم. سناریو عالیه فوق العاده از جدی میگم. معلم بچه حتما نیاز نیست با صوت بخونید. اون یه نفر تو کلاس بسم الله الرحمن الرحیم. من سر کلاس در حال عکس گرفتن از تخته در حالی که میدونم قرار نیست هیچ وقت هیچ کدوم از عکس‌ها رو نگاه کنم. حاجی اینو دیدیم یه بار دیگه ببینیم بازم. حمید مصطفی معلول جسمی حرکت نمی‌کنی اصلا. آخه یعنی چی حرکت نمی‌کنی اصلا؟ یکی به من بگه. خب بالا تایمر رو فعال میکنه. پایین یه بچه سالو داره نشون میده. اوکی من داره گیم میزنه باریکلا. این گوشیش مثلا یه چیز آشغاله. یه گوشی مثلا جلیکس ببین اینجوری ترکیده ولی داره کار میکنه. خیلی سیگماست دیگه. آره دیگه اوکی. قول بده همینجوری بمونی. نه تغییر جنسیت میده اینم. نه تغییر متاسفانه شورت چی مامانه کی باشه سرش. این یه دختره شاید یا پسره. نه پسره بچه این پسره. پسر و دختر ترکیبیه بچه. میگه آره آهنگ میخونه. آره داره آهنگ میخونه. آره دیگه ما اگر این ویدیو تا آخر میدیدیم بی میشدیم. بهتره دیگه نبینیم بریم ویدیو بعدی. اوکی ما تو کوتاه نکن باشه. گیگا چده شفانه حمایت منوچر دینامیت از هایسان. واسه ببینیم دوباره. منوچر زمانی لقب دینامیت. دوستان این چیز شنیدم خیلی کفریم خیلی اعصابم خورده دارم دیوانه میشم. چرا تو که درباره آیسا داری بد میگی داری فحش میدی. تو خوری فوش میدی. آیستا شورتشم که بفروشه. آفرین. تو رو جد آباد تو بخره و بفروشه. آفرین دست دیگه دینامیت بزن به تلکوم ما رو. آره بیچاره. بچه این یه بچه سال رفته آرایشگاه که دارن آرایش. یه نصیحت کن واسه همسنای خودت. آخه میگه عاشق نشین. یه پیرسگی که میخواد نینجا بازی در بیاره میزنه. اوه باریکلا الله اکبر باریکلا. بچه‌ها اگه میخواین از ماتریکس خارج بشین خدایا اینم یکی دیگه است که دوباره شروع تشویرش داره نشون میده. چه تشویش کاسش ترکیده. از این ور نرید از این ور برید.
از ماتریکس خارج بشی بعد از اون ور بری. خدایا منو بکش. نه نکش، منو نکش. کوچکترین ولاگ جان. اولین ولاگ معرفی شهر غلطم. ای دزدیدن. آقا بیاین نیمه پر لیوانو ببینیم. دزده با خدا بوده، رفته ویدیو رو آپلود کرده. میتونه آپلود نکنه دیگه، درسته؟ حاجی این سعید توسیه. قیافش چقدر با کلاس بوده جوونیا. متاسفم پسرم. ولی خود انگولکت کنم. این رنده است دستشه چی بی‌کیفیته. سیب زمینی داره رنده میکنه تو این. یخن اینا احتمالاً. باریکلا. وای یخ رو زمین. ای چه صافن. جا تازه افتتاح شده مکانی امن برای گربه هاست. تنها جاییه که گربه را تو جونی نمیکنن. پیشم نمیکنن. خانم شاکری هم هست. وای مشتشو باز نکن خدا فدات شه. اوه کیوت. هیچ کس به این زن نمیده. چرا به این زن نمیده؟ تغییر جنسیت میده، شوهر میکنه احتمالاً. حاضرم شرط ببنم باهات. نگفتم؟ نه خدای پیش بینیایی که من کردم. منوش دینامیت. خیلی هم میان دایرکت به من میگن با این خواننده نسبتی داری؟ اون خارج زندگی میکنه، من بچه گله داره روستا. برای کلا منوش دینامیت. مامانم یه مدرسه است دیگه، چرا اینقدر تیپ میزنی؟ معلمه یا چی؟ خاک بسارم. بچه‌های مدرسه بغلی. بیسم آخه چقدر کیوتن. این داستان حق نداری به BTS چیزی بگی. یوسف اسخای حرومزاده چی میگی؟ اصلا به BTS چی نمیدونی بگی؟ دیاس حرومزاده بابا به BTS چیزی نگی، ما این بچه‌ها قاطی ماتی میکنن میان ما رو میکشن. نه بزن گزارشگر وجود نداره. بفهمن رفت. بیاید یه نگاه دقیق‌تر به بازپخشش بکنیم. تو این بازی نه تنها خودش رو بلکه نسل آینده‌اش یه توپ رو نجات داد و 2 تا خودش رو از دست داد. از توپای خودش مایه گذاشت. قسمت نمیشه اینگار دست تو را بگیرم برای آخرین بار برای تو گوبه میگیرم. میگه قسمت نمیشه اینگار برای تو گوبه میگیرم برای آخرین بار دست تو را